أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهی دروازه های رحمتت بر روی امت بگشا پروردگارا. دست ظالم از سر ما کوتاه کن پروردگارا. الهی نیروهای شر و فساد در هم بکوب یا رب یا الله. خدایا اعمال و اخلاق و عقیده ما را اصلاح بفرما. خدایا ما را لایق و اهل نصرت و مددت بگردان. خدایا غزه را از چنگ خونریز اسرائیل و حامیانش نجات بفرما. آمین 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 یا رب العالمین. برادر و خواهر ارجمند و عزیز ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که زمینه مساعد کرد که لحظات با هم در مورد مسئولیت های خود ما مذاکره بکنیم. این برنامه را با دعای موسی علیه السلام شروع میکنم. موسی علیه السلام که از چنگ فرعون و اطرافیایش از مصر خارج شد و به مدین رسید. در اوجا در یک گوشه تنها نشست و اینطور زمزمه کرد، دعا کرد. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا رب، ما به خیری که از تو برای من نازل می‌فرمایی محتاج هستم. و این دعا را از اعماق قلبش در حالتی که تنها بود، ترس و هراس از دشمن او را احاطه کرده بود، بیکار بود، خانه بدوش بود، در یک گوشه محزون نشست و دست بالا کرد و از الله همین دعا را کرد که خدایا، ما او چیزهایی را که او نعمتهایی را که تو به من نازل میکنی من محتاج از او هستم. این دعای پرسوز موسی علیه السلام الله عزیز قبول کرد و دروازه های رحمت بر رویش باز کرد. از تنهایی نجاتش داد، برش زن داد،
خانه و کار برش نصیب کرد. او ترس و رعبی که در دلش بود اونها را به اطمینان تبدیل کرد. خداوند عزوجل وقتی انسان بخواهد که در اجتماع با عفت و پاک دامن زندگی بکنه، الله این دعایش میپذیره، این زمینه را برش فراهم میکنه. یکی از اسبابی که ما بتانیم با عفت و پاک دامن زندگی بکنیم، تلاش کردن ما در ازدواج است. پسر و دختر وقتی به سن و سال میرسن، توانایی پیدا میکنن، اینا دیگه معطل نشینن، باید کمر بسته کنن و این پیمان ازدواج به سر ببرن، پیمان انجام بدن. یک عهد با الله داریم که ما با عفت و پاکدامنی زندگی میکنیم. وقتی جوان به همین تمنا از خدا مدد بخواهد، تقاضای کمک بکنه، بدون شک خدا الله سبحان شنوا هست، خبیر و بینا هست، این دعا را مستجاب میکنه. ما در قرآن کریم در سوره نور در جایهایی داریم که اعوذ بالله حتی اگر همین جوان توانش نداشته باشد، مثل که موسی علیه السلام کار کرد، خودش به حساب محتاج نشان میده به الله، ما فقیر هستم. در اینجا در این سوره مبارک میخونیم که اعوذ بالله ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. در سوره نور است. اگر همین دو نفر از فقر و تنگدستی محتاج باشن، یعنی تنگدست باشن، فقیر باشن، الله از فضل و مرحمت خودش اونها را غنی می سازن، مشکلشان را رفع می کنن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگن که اگر با دستور الهی که در همین آیت است، دختر جوان ما، پسر جوان ما و دو نفری که میخواین ازدواج بکنن، اگر که اینمی فرمودی الله را عملی بکنن و الله هم به وعده خودش تحقق میبخشه. حضرت ابوبکر صدیق از این آیت همه تو برداشت میکنن. وقتی تو با همین دستور خودت مسئول میدونی که من باید تن بتم به این پیمان ازدواج بکنم، پس شما را الله باز غنی میسازه. اگر تنگ دست هستین، اگر وضع اقتصادتان خوب نبود. حضرت عایشه رضی الله عنها مادر عزیز ما میفرمایند که رسول اکرم هم صلی الله علیه وسلم در مورد همین آیت میفرمودند که ازدواج کنین، زیرا زن به همراه خود غنا و توانمندی را به منزل شما خواهد آورد. سبحان الله. و جوانا تشویق میکنن پیامبر عزیز که تو این کار انجام بدی، نترس از فقر. این خانم همین همسر تو با خودش توانمندی و غنا را در خانه تو میاره، یعنی با توسط از الله او مشکل حل میکنه. و خداوند متعال به خاطر همین همسر تو در رزق تو برکت عنایت میکنه. سبحان الله. تو اگر امروز یک نان داری، فردا وقتی تو ازدواج کردی، تو شما دو نفر شدین، الله عزیز با آمدن از او در رزق تو برکت مندازه که با او هم کفایت میکنه، او هم گرسنه نمیمونه. طبعا قرآن عزیز دین فطری ما که با فطرت انسان هم آهنگ است، جایایی هم توصیه میکنه قرآن عظیم که اگر شما مشکل مالی دارین، پس شما عفت و
پاکدامنی پیشه کنیم. اگر مشکل است که نمیتونین شما توسط نکاح خودتان از مشکلات گناه و بیعفتی و اینا خودتان خدای ناخواسته نجات بتین، پس شما در آیت میخوانم که ولیستعفف الذین لا یجدون حتی نکاحا یغنیهم الله من فضله. اونا توان ازدواج نداشتن، امکانات نداشتن، ولیکن برای از اینکه اینا پاک دامن و با عفت زندگی بکنن، خداوند از فضلش برای اینا توانمندی میبخشه. به هر ترتیب ما یک سلسله کارهایی را باید انجام بدیم که جامعه در صفا و صمیمیت، در امن و امان، در حالت که از همه گناه ها از هر طرف که فساد و فسق و فجور رخنه میکنه در او اجتماع، اینا خودشان محفوظ نگاه کنن، توصیه های بر ما میکنن. ما میبینیم که الله عزیز وقتی در این آیت مبارکه که ما را به عفت دعوت میکنن و پاکدامنی دعوت میکنن و مشکل ما را من الله حل میکنم، ما میبینیم که همین اسلام عزیز اسباب که ما بتونیم با عفت زندگی بکنیم، پاکدامن باشیم، برای ما یک سلسله پیشنهاداتی میکنه. یکی از اونها همی است که زن و مرد چشمانشان را وقایه کنن. یک نسخه برای تداوی که خدا نخواسته او جامعه یا او فرد یا او خانواده از بی‌عفتی نجات پیدا کنه، خدای نخواسته در جامعه در نزد مردم سرافکنده و خجل نباشه، پس چیکار کنه؟ چشمانشان را معالجه کنن، تحت نظارت داشته باشن، تحت کنترلشان داشته باشن. ما حدیث مبارک را میخوانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند نظر، همین دید، چشم، تیر زهرآگین از تیرهای شیطان است. سبحان الله. شما یک چیز را دیدین و یک چیز دید، همین خود نظر این تیر از تیرهای زهرآگین شیطان است. حالا چیکار کنیم؟ پس هر کس، رسول الله میفرمایند صلی الله علیه و سلم، پس هر کس از ترس الله سبحان و افراد نامحرم به نظر شهوانی نظر نکرد یا نظر نکنه، چیکار میکنه الله عزیز؟ الله سبحان و جای امی کار، در عوض امی کار ازی که این مرد یا زن انجام داده، خانه قلبشانه با ایمان آباد میکنه. سبحان الله. در قلب وقتی ایمان نامحرم نکردین، چشمتانه باز داشتین، هست در ما حول چیزهایی هست که انسان میبینه او را، ولی ترسید از الله سبحان، اللهی که ناظر است، همیشه ما را میبینه. وقتی این متوجه میشه که من یک فرد مسلمان، اللهی که ما را میبینه، من چطور به این نامحرم، به این نظر، با این نظر غرض آلود و مرض آلود و گناه آلود، نظر شهوانی سیر بکنم، من دیگه مورد خشم و غضب الله قرار خواهد گرفت. برعکس این میپوشانه چشمشه، جلوی این نظر میگیره. الله سبحان، اللهی که در همون لحظه برای ما مزد ما را میده، در برابر این کار ما در قلب ما یا قلب ما را با ایمان آباد میکنه. وقتی با این کار ما در قلب ما محبت الله، خوف الله جای دادیم،
حالا میگه شما رسول اکرم صلی الله علیه و میفرماید شیرینی و حلاوت ایمان میچشین. بسیاری ما میگه مسلمان هستیم ولی مزه اسلام و مزه ایمان چندان نمیتونیم بچشیم. چرا؟ یک قسم بسیار وقتا از پیش ما رشته دینداری گسخته، حلال و حرام بعض وقت به نظر ما معلوم نمیشه، حتی فرق کرده نمیتونیم که آیا هی حلال است یا حرام است، در حالی که میدانیم. پس معنای این است که ما از این ایمانی که داریم مزیش نمیچشیم، لذت نمیبریم. فکر میکنیم اگر یک کار کردیم سر ما فشار آمد، مشکل آمد، من خودم دست و پای ما بسته کردم، محدودیت ها و قید و قیود برای خود واضح کردم، دلم تنگ میشه. ولی برعکس وقتی از محبت الله، از خوف الله، کاری را که الله نمیپسنده ما از او خود ما را نگاه کردیم، الله عزیز برای ما در برابر این کار ما مزد میده که ما از مو حالت ما لذت میبریم، خود ما را زیر فشار احساس نمی کنیم، قید احساس نمی کنیم، برعکس خود ما را آزاد احساس می کنیم. الحمدلله کار خرابی از من سر نزد، مرتکب جرم و جنایت نشدم. حالا اگر ما این نظر چشم که با چشم میبینیم، اگر این چشم چرانی هم بگوییم بیجا نیست، بجا هست. چشم هر طرف میچره، اگر جلوش شما نداشتین، در اختیاراتان نبود، شما را به بدبختی ها میکشانه، چیزهایی رو میبینه که شما را دنیا و آخرت دانه با مشکل روبرو میکنه. همی نتیجه از این چشم چرانی ما که بدبختی است، شقاوت است. برای چشم خود ما حد و مرز قائل نشدیم. پس ما هم کسی که چشم چران است در دنیا و آخرت با مشکل روبرو شده. یکی از شعرا میگه که سر نگاه میگه، چشم نخست نگاه، سپس لبخند، آنگاه سلام و سپس حرف. اول سیل کرده، در دلش یک تشویش ایجاد شده، شیطان وسوسه کرده، از چشم رفت در دلش، قلبش، با نگاهی غرض آلود. وقتی با یک مخالف جنس خودش سیل کرده، بعد لبخند زدن، بله خوش آمده، خنده کرده. بعد از او ممکن سلام داده، بعد از او صحبت شروع شده. سبحان الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. بعد از او وعده میته، بعد از او با هم میرسن. شاعر را قدم به قدم میآیه. از کجا شروع شد؟ از همون چشم شروع شد. چشم ناپاک، گناه غرض، نگاه غرض آلود سبب شد که اینا به بدبختی کشانده شود. از نگاه شروع شد، تبسم کرد یا لبخند کرد، او را جلب میکنه بیشتر و بالاخره دست بالا میکنه یا سر میجنبانه یا سلام میده، صحبت میکنه، بعد از او وعده میگذاره، بعد از او جنایتی که نتیجهش از همون آغاز معلوم بوده، به او جنایت دست میزنه. همین چشم چرانی هست که ناراحتی ها را، گرفتاری های درونی و روحی را ایجاد میکنه، سبب میشه. و شما وقتی خدا نکنه شما میگم کسی جوانی به طرف خانم یا به طرف یک دختر این نظر میکنه، نمیتونه مثلا وقت امور خم نظر میکنه خوشش میآید، ولی نمیتونه به او نیتی که سیل کرده و او طرف دلش یک اثر گذاشته نمیتونه به او دسترسی پیدا بکنه.
این ناآرام میشه، بیقرار میشه، در داخلش یک اضطراب ایجاد کرد. حال تلاش شاید به این باشه که خدا برسانه. در اینجا باز یک عالم بزرگ میگه که هرگاه چشمت را با عنوان نماینده قلبت آزاد گذاشتی، چشم خود نمایندگی از قلب میکنه، فوری رابطه میگیره قلب با او. چی رو دیدی؟ در قلب او مستقیما پیام میفرسته، چرا نماینده قلب است. وقتی که تو میگه آزاد گذاشتی، این برای تو چیزای بسیار را جمع میکنه و تو را گرفتار و پریشان میسازه. چرا پریشان میشین؟ یک چیزایی را برات آورد، در دلت انداخت که تو قدرت به دسترسی به اون نداری، ولی از یک تعداد چیزایی هم که برای تو پیام‌های فرستاده از اونها نمیتونی صرف نظر کنی، پس تو را به یک مشکل روبرو کرد، در دلت یک اضطراب و تشویش خلق کرد. شاعر ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هم از چشم هم از دل می ناله. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچی دیده بیند دل کند یاد. سبحان الله. اگر شما کعبه را دیدین، مستقیما به قلبتان او را راجع می سازه، دلتان می لرزه از شوق و محبت و هیبت او خانه. یک بار از چشمای شما آب جاری میشه، بدنتان می لرزه، مویای بدنتان استاد میشه. خانه الله دیدین. ولی بیاین حال عکسش ببینیم. شاعر که فریاد میکنه، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد. حالا میخواه که این دیده که قلب متاثر کرده، چیکار کنه در حقی این دیده، در حقی چشم؟ میگه بسازم خنجر تا دل گردد آزاد. این تشویشات دلم دیگه نمیمونم که بیاید، این چیزهایی را آورد برای من داد، مرا نارام ساخت. حالا من میخوایم به اون چیزهایی که برای ما آورده به اونا رو به دستم بیارم، ولی نمیتونم، ناتوان هستم و نمیتونم فراموش کنم. لذت میبرم، دیدم، خوشم آمد. از همین سبب است که الله عزیز، الله مهربان، الله دانا، آگاه، با خبر از دل و درون ما امر میکنه که ای زن مسلمان، ای مرد مؤمن، چشمایتان از چشم چرانی یا نگاه به نامحرم نگاه کنید. آیت قرآن است. چشمتان ای مرد و زن مؤمن از نگاه و نامحرم، از چشم چرانی، از نگاه غرض آلود نگاه کنید. چشمایتان در اختیارتان داشته باشید. طبعا همین حالتی که ما را به اضطراب و پریشانی روبرو میکنه. اگر چیزی که چشم آورد و به دل تأثیر کرد و نفس شیطان، اگر او دید ما دید غرض آلود شد و گناه آلود شد و ما به او کار دست دراز کردیم، سرنوشت ما سرنوشت خیلی خطرناک شد. هلاک کردیم خود ما را، تباه ساختیم زندگی ما را و آخرت ما را، دنیای ما را. بنابراین یکی که ما چشم خدا در اختیار ما گرفتیم، نگذاشتیم که شیطان وسوسه کنه و از چشم سوء استفاده شود. مورد دیگه از این
که خود ما را تلقین کنیم. یکی خود چشم پوشاندن بود، یکی آره یک چیز ناجایز هست، ناروایی هست که دیدنش درست نیست، دیدنش خطر داره، پس خودم تلقین کنم، با خودم گپ بزنم که آیا تو وقتی که به از این چشمی که نعمت الله هست تو استفاده سوء میکنی، به یک نامحرم نظر میکنی، آیا کسی هست که تو را ببینه؟ اینا خوب ما باور داریم که الله رقیب، الله میبینه، الله بصیر، الله شنوا، اللهی که از داخل قلب ما رازهایی را که ما پنهان میکنیم از او با خبر است. از این چشم چرانی ما او الله خبر نمیشه؟ این به خود ما باید تلقین کنیم که هی احتیاط، کاری نکنی که الله ناراض شود. اللهی که مواظبت است، مراقبت است. ما ببینیم در قرآن خدای عزوجل میفرماید اعوذ بالله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. در سوره غافر است. سبحان الله. خداوند الله از دزدی نگاه، از خپ و چپ یا دزدانه نگاه کردن چشمان و رازی که در دل پنهان کردیم آگاه است. سبحان الله. خدا خودش برای ما ایره خبر میکنه که اگر تو یک چیزی را دیدی، در دلت یک چیزی را پنهان کردی، هر چیزی که حتی در دلت یک چیزی میگرده الله میفهمه. وقتی من خودم به من عیار ساختم که الله متوجه من هست و من از روز پرسانم با خبر هستم که ذره ذره اعمال من اوج پرسان میشه، من دیگه جرأت کردم میتونم به یک نامحرم سیل کنم. خواهر و برادر من، جوان عزیز من، تو که مسلمان هستیم، ایمان داریم، الله متوجه ما هست، پس من چطور میتونم به این نامحرم که الله ناراحت میشه ببینم؟ الله من منع کرد، چشمت پایان پر تو گفت نبین. بنابراین با تلقین خودم که مرا یک کسی میبینه و این اعمال ثبت میشه، بنابراین من دیگه نمیتونم از اون روزی که باز پرسان کردن فرار کنم، دلیل ارائه کنم. بنابراین من خودم جلو من میگیرم، این چشم من نمیگذارم که هر طرف که بخواه بره و هر چیزی رو بخواه ببینه بگذارمش، نمیگذارم. از جنید رحمت الله علیه دوست خدا پرسان میکنن که چطور میتونه انسان یک طریقی به کار ببره که چشم چرانی نکنه، از چشم چرانی یا از نگاهی به نامحرم یا نگاهی به یک گناه خودش نگاه کنه. از جنید رحمت الله علیه پرسان میکنه، میفرماید که این نکته را باید خوب بفهمیم که اگر من نگاه میکنم به یک نامحرمه یا به یک فرد یا به یک کسی که من نباید نگاه میکنم، من وقتی میخوایم نگاه بکنم این من باید درک کنم پیش از اینکه من او را نگاه کنم الله من میبینه. سبحان الله. این دوستای خدا از زبانشان کلمات میبرآمد که یک کتاب هست. این معنای چیست که اگر تو خواستی به یک زن به یک دختر نامحرم نگاه گناه آلود و غرض آلود بکنی، این را باید تو بفهمی که پیش از اینکه نگاه کنی به او یک کسی تو را میبینه، مراقبت هست، کامرا تو را متوجه هست. کرامن کاتبین در اینجا قلم ها در دستشان تیار است، کامراها فعال است، میگیرن، میبینن، مینویسن. تو دیگه او وقت نمیتونی جرأت بکنی که به اون جایی که بخوای ببینی توجه کنی، فوری چشمت پایان میکنی. این کار زشته، میفهمی که در اعمال نامه درج میشه بالاخره.
پس تو خودداری میکنی. سبحان الله. روحشان شاد. بزرگای دین ما را نصیحت میکردن. حالا میریم به دیدن یک میان برنامه و بعد انشالله دوباره میاییم تا به لحظات بعدی. السلام علیکم و رحمت الله. عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند، آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند. توسن طبعم ز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست. عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند. عایشه روشنگر چشم رسول الله بود، عایشه روشنگر چشم رسول الله بود. حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند. او نشان فقه و دانش قطب اقیانوس علم، کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند. هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، تا محمد را برای مسلمین معنا کند. مدح این مادر میان سوره نور آمده، منشأ پاکی او را خالق مولا کند. سوره ای که از نور او دلها سراسر نور شد، کیست و آن کو سوره و آیات را حاشا کند. هر که دارد اعتراض از بحر ام المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بحر ام المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه، صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه. نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه.
شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا گوهر بازار عشق و عفت و حجب و حیا زاهد شب زنده دار و عابد صبح و مسا مادر آن نوجوانان بهشتی فاطمه سید ام ابیها هم بتولی فاطمه تا قیامت نام کش در قلوب مؤمنین منتشر از او به دنیا نسل خیر المرسلین این حقیقت را بدان ای دوست و دار آن بتول این حقیقت را بدان ای دوست و دار آن بتول فاطمه مادر زن فاروق اعظم شد قبول عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی عایشه هم فاطمه از اهل بیت مصطفی عایشه زوج پیامبر فاطمه دخت صفا ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم ما ز عشق آل و اصحاب طبل و برجان ها زنیم آسمان عشق آنها را به جان ها می خریم هر کی می خواهد بجوید راه دین مصطفی پیروی باید ز آل و صحب خیر الانبیا میرسان از ما سلامی ای اله العالمین میرسان از ما سلامی ای اله العالمین بر تمام آل و اصحاب رسول المرسلین مدح آل پاک احمد را ضیا انشا کند تا که ایزد نام اش از راه لطف امضا کند عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه شمع بزم آل طه دختر شمس الضحی نور چشم مصطفی آن بضعه خیر الورا بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خواهر و برادر عزیز، ما یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می خوانم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم یک مثل که پیشگویی کردن از آینده‌ای که هنوز صورت نگرفته بود، رخ نداده بود، برای اصحابشان بیان میکنند و میفرمایند که دو گروه اهل دوزخند که اکنون وجود ندارند، آنها را ندیدم، در آینده موجود خواهند شد. در اون عصری که زندگی میکردن این چیزها، این گروه ها نبود. گفتن اونها را من ندیدیم ولیکن میآیند. کی است از این دو گروه؟ گروه اول کسی است که بیان میکنن مبارک قدرتمندان ظالمی که شلاقهای بسان دم گاو در دست دارند و با آن مردم را میزنند.
شاید اگر آلی رگیر به حساب دومگه و امی تانک و توپ و شلاق و شکنجه و آزار و ظلم و زندان نامشه بگذاریم، همی حکام ظالم از این خبر میتن که همی افراد، همی حکام ظالم که همینطور مردم اذیت آزار میکنن، اینا از جمله دو گروه هست که اهل دوزخ هستن. اینا گروه دومی را پیامبر عزیز معرفی میکنن، میگن که زنانی هستند که لباس میپوشند اما چنان تنگ و شفاف است که عریان به نظر میرسند، برهنه معلوم میشوند، ولی لباس میپوشند، لباس دارند. لباس از اینا چه رقم است؟ تنگ است، تنگ و ترش بگوییم، شفاف است که بدنشان معلوم میشه، یعنی اونا برهنه به نظر میرسند. آنان این بیبندوباری و انحراف را به دیگران نیز آموزش میدهند. یکی که خودشان رو کار میکنن، یکی که به دیگران هم میره یاد میتن، دیگران را هم تشویق میکنن و باعث گسترش روز افزون فتنه و فساد میشن. هر روز در جمعشان اضافه شده میره، فساد و فسق و فجور در اجتماع اینا اضافه کرده میرن، دامن زده میرن. اضافه بر از اینا دیگه چیکار میکنن؟ با ناز و کرشمه راه میروند. حرکاتشان هم حرکات غرض‌آلود است. چرا؟ چی میخواین؟ اینا چشم و قلب مردم به سوی خود جذب میکنند. از امو صحبت های قبلی ما که چشم است و دل است، اینا با اونمو حرکت های نامناسبشان در بیرون مردم دلش، چشم و قلبش به خود جذب میکنند. موی های سرشان را مانند کوهان شتر بر سر خود جمع میکنند و بالا می آورند. یکی از علامت هایشان هم آرایش مویایشان است. این دو گروه، دوام حدیث شریف است، در صحیح مسلم می آید، این دو گروه به بهشت وارد نخواهند شد. همون ظالم، حاکم ظالم و هی خانومی که در بیرون مردم به می مشکلات مواجه کرد، خودش به او شکل خدا آراست و بیرون حرکت کرد و مردم به مشکل روبرو کرد. حتی بوی آن هم به مشامشان نخواهد رسید. دوام حدیث است که حال آن که بوی آن را میتوان از فاصله های دور احساس کرد. سبحان الله. در اینجا قسمت اول حدیث که معلوم است حکام ظالمی که خداوند اونا را به جزای اعمالشان برسانه، دستشان کوتاه کنه از سر مظلوم ها که اونا هم بوی بهشت هم نمیبینن و اهل دوزخ هستند. و دوم خانوما که زنا، دخترها، کسایی که همین صفات را در خودشون داشته باشند. لباس میپوشن، لباس هایشان تنگ و ترش یا شفاف است که بدنشان معلوم میشه، یا لباس هایی میپوشن که نیم جسمشان پوشیده شده و نیمش برهنه است. و قسم هست این لباس که چشم جنس مخالف خودش به طرف خود جلب میکنه، دلش به طرف خود میکشانه، اونها را از امو حالت طبیعیشان بیرون میکنه، یعنی به گناه اونها را دعوت میکنه، به فساد اونها را دعوت میکنه. این قبیل زنا در همو اهل دوزخ هستند که چشم انسانها را منحرف میکنن، دلهایشان آغشته میکنن به یک اضطراب و تشویش که اینا در پی یک عمل باید شوند، دسترسی پیدا کنن به این کسانی که اجتماع را میخواه آلوده بکنن. در پالی از این کسایی که باز همینایی که باز دیگرها را هم مثل خودشان دعوت میکنن، تشویق میکنن، اونا را هم به می رقم سر و وضع میخواهند باشن. چند روز پیش در یکی از برنامه ها مولوی صاحب عبدالسلام عابد میگفت
که در کابل یک اداره موظف کردن همین نیروهای شر و فساد که اجتماع را به فساد بکشانه، دخترها و زنای جوانه موظف ساختن که اینا لباسهای همه طور نامناسب و قبیح بپوشن و خودشان آرایش کنن و در کوچه ها و پس کوچه های کابل برن، در اونجا که جایی برای خریداری و برای گرفتن کدام مطلب نیست که اونجا کارشان بند شده باشه، ولی اینها را معاش تعیین کردن برشان، موظفشان کردن که برن در کوچه و پس کوچه در از شهر دور دخترها و زنایی که در اونجا زندگی میکنن اونا را هم به طرف همین رقم وضعی که اینا دارن تشویق بکنن. در اجتماع هم کسی نباشه که مانع از اینا شود. که شما چطور به این سر و وسیله کوچه ها آمدین؟ چی میخواین شما؟ دشمن میخواد که از وجود از اینها، از سر و وضعی که بر اینها خودشان تعیین کردن، لباسی که برشان پوشاندن، آرایشی که اینها را کردن، میخواین که اجتماع را به بدبختی ها بکشانند. اولش او دخترای با عفت و پاک دامن میخواین در چنگ خودشان پرتن، از طرف دیگه مردهای مریضه اگر مریض هم نیستن آل مریض شوند باید. این چشم ها به جایهای نامحرم که گناه پر است متوجه شود و دل هم آغشته شود. سبحان الله. و چیزی که در این حدیث مبارک سرش اشاره میشه، با ناز و کرشمه راه رفتن از اینا، حرکات از اینا به یک شکل اینا در بیرون خودشان میگردن که نعوذ بالله همون حرکاتشان هم انسان ها را، مردم جامعه را به فساد بکشانه. بنابراین ما او کار را که خود ما زن و مرد الله عزیز از چشمش بر حذر داشت که چشمت به نامحرم و به گناه آلوده نکو، حال یک عده دیگه موظف میشن که مثل که اجتماع را بازور بخواهند به تو بدبختی ها بکشانند. پس زن مسلمان، دختر مؤمن خدا پرست موظف است که از این چیزها خودش نگاه کنه، هوشدار است برش، احتیاط که ایمان تو، عفت تو، پاک دامنی تو در خطر است. مواظب باش از این ما حول. طبعا وقتی ما از لباس گپ میزنیم، از او پوششی که برای یک زن الله عزیز سفارش میکنه که او عفتش از پاک دامنیش است و این عفت و پاک دامنی این خودش برای سلامتی اخلاق و همو پاک دامنی جامعه این خیلی مؤثر است. این خانم با لباسش حتی در خدمت سلامتی جامعه هست. خواهر من، دختر من، مواظب باش. او زنایی که شایسته هستند، شما خواهر و برادر من، خواهر و دختر من، مادر جوان من، تو خودت ایره من حیث یک زن مؤمن شایسته خدا پرست خودت با همین لباس وقتی تو آراسته میکنی، با لباسی که الله سفارش کرد، تو معلم هستی، بزرگترین آموزگار اخلاق هستی در جامعه. تو مانع میشی که چشمهای گناه آلود دنبال کسی بفته. تو راه ها را بسته کردی، جامعه را به طرف سلامتیش سوق دادی. پس تو بزرگترین مقام در نزد الله و در نزد جامعه داری. این پوشش، همین لباس زن از طمع او شکارچی های مریض که در جامعه هستن حفاظت میکنه، بیمه میشه با همین لباسش. پس ما میبینیم که همین لباس است که فساد از جامعه یا رشد فساد مانع میشه. پاکدامنی و عفت در جامعه به ارمغان میاره. با همین لباست که تو بیرون برآمدی و در عزت و عفتت تو توجه داشتی، خودت به ارزش نساختی، خودت به چشم او مریض ها
مواجه نکردی، پس تو یک سلامتی را کمایی کردی، پاکدامنی را آوردی در جامعه. ما میبینیم که اسلام وقتی به زن حجاب هدیه میکنه، این را میخواد که در اجتماع، در خانه این قابل عزت باشه، عظمت برش قائل میشه، احترام برش قائل میشه، در اون مقام مبارک مادری و همسری این را قرار میده. پس ما وقتی او طرف سعی میکنیم، در جوامع هست که مردها زن خودشه، خواهر خودشه، یک موجود به نام زن که خداوند بر او زیبایی های هدیه کرده، او را از یک جسم لطیف ساخته و برای محافظتش پلان و برنامه داده، نسخه داده که این به دسترس هر مریض قرار نگیره. ولی مردهای مریضی که در بعض جوامع است، در اروپا مخصوصا، حتی امروز در کشورهای خود ما، در کشورهای اسلامی، نظامهای مفسدی که در اوجا حکومت میکنه، همین زمینه را به زور میخواه فراهم کنه که زنها، دخترهای پاک دامن و با عفت اینا براین در بیرون بازار خودشانه فدای امیال ناروا و نابجای مردها قرار بده. مردها افتخار میکنن که زنهایشان لباس بسیار مقبول بپوشانن، آرایش بسیار بلند کنن و اینا را ببرن در او اجتماعات و در او محافل که در اوج مردا و زنها هستن. اینا چی کار میکنن؟ باز امو چشم بود. دلهای بیماری که چشمشان به این خانم ها مفته یا دختر ها مفته، اونا در صدد چی می باشن؟ چی می خواهن اونا؟ این مردای بی غیرت چی می خواست؟ که دختر جوانش، خانم جوانش با لباس های جالب و جاذب با او فیشنی که مرد مثل که یک فساد بیدار کنه، یک مریض از پای بگیره که استاده شو، دست به کار شو. نعوذ بالله. شیطان است که در کمین نشسته، اولین کار را که میکنه لباس ما را بیرون میکنه، او پوشش را که برای حمایت و حفاظت عفت و پاکدامنی است او را میکشه، از جان مردم میکشه، از جان زنم میکشه. لباس هایی را که امروز برای به حساب مود آمده در بازار، در کشورهای ما، یک دفعه ببینیم، توجه بکنیم که اینا را با کدام نیت وارد کردن در کشورهای مسلمان. جوانها را با کدام لباس ها اینا میخواین آراسته کنن. وقتی میبینیم شیطان مورد خشم خدا قرار میگیره به خاطر که نافرمانی کرد، به آدم احترام نکرد، او قسم میخوره که ما ولا بانم و میایه اولین دامی که میکشه میبینیم لباس مادر و پدر مو شما را بیرون میکنه، آدم و حوا علیهم السلام. قرآن کریم همونطور میگه اعوذ بالله یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. سبحان الله. ای اولاد آدم، در اون فتنه شما نیفتین که شیطان مثل که پدر و مادرتان انداخت و اونا را از جنت بیرون کرد و چه شد؟ ینزعو عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما، که ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد آنچنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، لباسهایشان را از تنشان بیرون آورد تا عیب و عورتشان را به آنان بنمایاند. امروز شیطان عین کار کرده، اولاد آدم علیه السلام در او فتنه ها انداخته. پس ما به زن و دختر
مؤمن خدا پرست. اینا میرسانیم که خواهرک من، مادرک من، دخترک من، مواظب باش، کار را نکنی که در دام شیطان بیفتی. و شیطان در دامش وقتی افتیدیم بغیر از شرمندگی و خجالت دیگه چاره نیست. ما ببینیم که الله عزیز وقتی مخلوق به نام زنه برش یک پوشش برش عنایت میفرماید، هدیه میکنه. چه میخواید؟ در سوره واقعه ببینیم که آیت مبارکه میتونه اعوذ بالله و حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. سبحان الله. او حورای بهشتی را تمثیل میکنه الله عزیز که چشمان مبارکشان، چشمان قشنگشان، اما اینا همسان مروارید در میان صدف هستند. اینا پوش کرده، مثل که اینا رو چشم هیچ کسی به حور عین، به حور بهشتی نیفتاده. اینا هدیه میکنه الله برای او بنده های خدا پرست و مؤمنش که در دنیا الله با جان و دل پرستش کردن، حرفایش شنیدن، فرمانش بردن. برای شما میگم من تو اگه بعدا میکنم حوره که چشمی به او نفتیده. یعنی شما بنده های الله، دختر من، مادر من، خواهرک من، شما باید خودتانه مثل حورای دنیایی بسازین. چشم نامحرم به شما نیفته. شما نصیب کسایی باشین که هم مثل شما در پاکدامنی و عفت زندگی کردن. این بسا افتخار است به او خانواده که ارجمندای در اجتماع تقدیم کرده که همه با عفت و پاکدامن هستند. چشمشان به حرام نخورده، دلشان به حرام آلوده نشده. شما پیش جوهر فروش ها یا جواهر فروش ها اگر کسی میره بعد سنگای قیمتی را میخواد که پرسان بکنه، میبینیم از روک میزش در بین پوش و قطی و یا یک جبعه چیزایی را گذاشته که او را در معرض دید عام نگذاشته. او بس گرانبها هست، او را میکشه از یک چیز دیگه که بله بفرمایین اینی چیزاست. و الله عزیز با ما همین را هدایت میکنه که سفارش میکنه که بنده هایی که مرا دوست دارن، دستورات ما، فرمایشات ما را به خیر خودشان میدانن، و برایشان راهنمایی میکنم. میگه زن پاک و با فطرت اصیل ای با خوبی میگه میفهمه که تنها در سایه همین پوشش است، که همین پوششی که الله برش سفارش کرده، که اگر او را ما حجاب بگوییم، چیزی که داره همو را حفاظت میکنه، در دسترس بیگانه ها این قرار نمیده، این نگاه میکنه. اینا زنای پاک و با فطرت که دست نخورده به مود و به فیشن و به فیلم ها و به سیریال ها اینا توجه نکردن، دام شیطان نیفتادن. اینا آله میفهمن که همین حجابشان است که اینا را او چیزهایی که دارن، او ارزش و قیمتی که دارن، اینا حفظ میکنن، از چشم بیگانه، از چشم مریض خودشان مسئول نگاه میکنن، پاک دامنی و عفت خودشان از دست نمیدن. یک چند لحظه برای شنیدن صدای مبارک شما مانده. طبعا همین حجاب وقتی میگیم یا پوشش میگیم، لباس میگیم، اگر در معنی اصلش بیاری میشه که همین چیزی را که خداوند بر زن هدیه کرد که تو در همین حالت خودت حفاظت میتونی بکنی. تنها میگم لباس نیست که اندام انسان میپوشانه، این مشتمل بر چند چیز دیگه هم هست. یکیش همین ظاهرش است که لباس میپوشانه.
الله میگه که از سرتان چادرهایتان را پرتین که گریبانتان، یخنتان و برجستگی های اندامتان پنهان شود. این میگن حجاب ظاهر. حجاب دیگه در نگاه که بیشتر عرض کردیم که الله میگه که زن و مرد میگه چشمت حفاظت کن، به نامحرم توجه نکنی. و دیگه چی هست؟ در گفتار هست. ما حجاب ما رو در گفتار هم داشته باشیم. خواهرک من، مادرک من، دختر عزیزی من. شما وقتی که در یک اجتماعی زندگی میکنید در اوجه محرم و نامحرم هست، حجاب در گفتار داشته باشین. شما حجاب در گفتار همون است که سخنان نرم و نازکی که خدای ناخواسته طرف مقابل تحریک بکنه، قلبش بکشانه به یک طرفه، از او پرهیز شود، از او رقم در حرف هم حجاب باشه، در رفتار حجاب باشه. بیشتر هم که یاد کردیم با کرشمه و ناز یک ده بیرون میبراین، حرکاتشان، دست زدنشان، پای زدنشان، سر جنباندنشان، اینا باید در یک حجاب باشه. در آیت هم تو رو میخوانیم که پایتان، خانم‌ها رو پایتان در زمین نزنین که او چیزهایی که پنهان است معلوم شود. سابقا در پایشان هم چیز میپوشیدن، خلخال میگفتن، یا ما در اصطلاحات هر کشوری شاید فرق کنه، و او را وقتی که زنها قصدن میزدن که بفهمانن که ما هستیم. نکنین این کار میگن الله. در رفتارتان هم شما خیلی محتاط باشین، کار نشوه که طرف مقابل تحریک شوه. بنابراین او زن خدا پرست، او دختر خدا ترس و خدا دوست، این چیزها را در نظر میگیره. در اجتماع مصدر یک خدمت میشه که خدا نخواسته اجتماع به فساد کشانده نشود. ما از چشم شروع کردیم تا قلب و تا جوارح ما، تمام بدن ما مواظب باشه که خدای نخواسته مصدر شر و فساد در اجتماع نشود. یک اجتماع داشته باشیم که عفیف باشه، پاک دامن باشه، هر کس حدش بشناسه. نگاه بد به طرف یک کسی، شما باور بکنید یک کس میگفت که من یگان وقت تیر میشدم از راه، یگان کسی را میدیدم، یک بار یادم آمد که من این دخترای مردم میبینم یا زنای مردم میبینم، نشه که فردا بعد زن و دختر من کسی به من نگاه سیل کنه. گفت ترسیدم دیگه نمیکردم نگاه. یکی از این تلقینا همی است که شما وقتی به ناموس یک کسی به نظر گناه آلود میبینید، آیا راضی میشین که کسی فردا به نظر گناه آلود به ناموس شما ببینه؟ مرد باشه یا زن باشه. تو خواهر عزیز من وقتی که خودت توجه نکنی یک کسی به طرف تو سیل کنه، یک مرد مریض به طرف سیل کنه، تو فردا اگر که به طرف شوهرت یک کسی هم تو سیل کرد، اجازه میدی؟ نمیدی اجازه. و برادر عزیز من، تو وقتی که به طرف ناموس یک کسی سیل میکنی، تو اجازه میدی که یک کسی خدای ناخواسته به طرف مادر و خواهر و خانم تو سیل بکنه؟ پس ما مکلف هستیم در جلوگیری از شر و فساد. ما جامعه داشته باشیم که در روی عفت و پاکدامنی باشه. ما شما را باز به یک استراحت کوتاه دعوت میکنم. میریم میان برنامه را میبینیم و بعد میاییم و تلفن ها را هم انشالله میگیریم که صحبت های شما عزیزا را هم بشنوم. تا لحظات بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود،
نشانی ولایش بسر میزنم، نشانی ولایش بسر میزنم. از آن دم که تسلیم طه شدی، مرادی رسول مصفا شدی. دعای محمد تو هست ثمر، به تکبیر ایمان معلا شدی. به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبق. اگر برگ زرین بجوید کسی، تو دادی به تاریخ زرین ورق. تو دادی به تاریخ زرین ورق. فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشانی ولایش بسر میزنم، نشانی ولایش بسر میزنم. ز فیض محمد توی بهرور، به دستور قرآن تو بستی کمر. که تخم فساد از زمین برکنی، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر. مزین خلافت به نام عمر، دل مؤمنان شد مقام عمر. به ایران و روم و عراق و یمن، گرفته سراسر پیام عمر، گرفته سراسر پیام عمر. ز احسان تو هست و اسلام ما، ز نوری تو روشن شد ایام ما. هزاران درود و سلام و دعا، بر روح عمر شاه خوشنام ما. به پهلوی صدیق احمد تویی، به جنت رفیق محمد تویی. شهادت شعاری شب و روز تو، غریق کرم های عزت تویی، غریق کرم های عزت تویی. علی و عمر هر دو تا پهلوان، برابر برادر دو تا قهرمان. تو داماد شیر خدا مرتضا، توی هم رکاب با نبی مصطفی. ابو بکر صدیق و آن یار غار، ز بحر نبی هر زمان جان نثار. نمودی حیا هست و عثمان ما، فدای همه باد فداشان زیا. فدای همه باد فداشان زیا. فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشانی ولایش بسر میزنم، نشانی ولایش بسر میزنم، نشانی ولایش بسر میزنم، نشانی ولایش بسر میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، ما انشاءالله صحبت‌های شما را هم خواهد داشتیم، ولی خواهش ما از شما عزیزایی است که وقت زنگ زدین اولش که
مستقیما گپتان شروع کنین. من حرف شما را میشنوم، کسی در وسط نیست که شما را به من رخ بکنه یا فاصله در میان باشه. وقتی که صدای من را شنیدین که بله میگم، شما پیش از اینکه گپای خودتان از طریق تلویزیون گوش کنین با من صحبت بکنین. دوم خواهش من از شما عزیزایی است که در مورد همین بحثی که امروز کردیم صحبت شود. موضوعات خارج از این بحث که شاید وقت ما گرفته شود، خدای نخواسته وقت ضایع نشود، به اون خاطر از این صحبت‌های غیر از خود برنامه صحبت‌های دیگر نکنیم. برنامه‌های مختلف از الحمدلله در شبکه جهانی وصال حق که شما از طریق او برنامه‌ها میتونین به سوالات مختلف داشته باشین، سوالاتتان جواب بگیرین. و یا میخواستین تبصره ها داشته باشین، در برنامه‌های مختلف میتونین. در همین بیانی که موردی که ما داریم، اگر شما تبصره میکنین 1000 دفعه شما صحبت بکنین. کسی قیدم نمیکنه که شما کم گپ بزنین. گپ‌های مفید تکراری نباشه، بکنین مردم استفاده بکنن. ما هم از شما یاد میگیریم. میریم به طرف تلفن‌های عزیزا. سلام علیکم، برنامه رحمت است. السلام علیکم علی صاحب، ببخشید ما شما را نظر شید زنبت دادیم. بفرمایید برادر عزیز. لفت علی دینی تن شما با کجا به پایان رساندید؟ متاسفانه قطع شد برادر عزیز من که از مزار شریف، از دیار مجاهدین صدای شما آمد. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر. ببخشید می‌خواستم بپرسم کفش بدون جوراب پوشیدن گناهه؟ یعنی من بدون جوراب کفش می‌پوشم با شلوار، اینا دیدن نامحرم برای این گناهه؟ بسیار خوب، ما سوال شما را گرفتم خواهر. خیلی ممنون. خداحافظ. السلام علیکم. کفش بدون جراب، اگر جراب قسم باشه که پای برهنه نشوه، کفش قسم باشه که شما پایتان داخلش پنهان شد، یعنی پشت پای خانم ها هم در جمله عورت است که اونا باید پنهان باشه. اگر باز کفش قسمی است که پنهان میکنه عورت، بنان ضرورت به جراب نیست. ولی که اگر بود کفش قسمی باشه که عورت خانم پنهان نمیشه، باز وقت است که جراب باید بپوشن. بفرمایید، برنامه رحمت است. سلام، خسته نباشید. زنده باشین. علیکم السلام. وصلتون میخوام با استاد. بفرمایید، مستقیما با من صحبت میکنین شما. نه این استاد حرف دیگه میده شما. خب شما از تلویزیون گوش نکنین، شما با من حرف میزنین. صدایتان از تلویزیون گوش نکنین. از ما به شما عزیزام در ابتدا گفتم که شما وقتی که صدای من رو شنیدین مستقیما حرف بزنین. کسی نیست در وسط که شما رو اونا وصل کنن، خودتان وصل شدین مستقیما. بله، ما در رابطه با عفت و پاکدامنی صحبت داشتیم که ما تلاش به این داشته باشیم که خود ما هم و اطرافیان ما، جامعه ما هم در فضای صلح و صفا امنیت زندگی بکنیم. در او شخصیت های ما حفظ شود، اخلاق جامعه حفظ شود. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم عاجز. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم عاجز صاحب، ببخشید ما شما را نظر شید زنبت دادیم. بفرمایید، پیشتر قطع شد. بفرمایید. السلام علیکم عاجز صاحب، ببخشید ما شما را نظر شید زنبت دادیم. امی تحصیلات عالی دینی تن شما با کجا به پایان رساندید؟
همین سوالتان است؟ سلام علیکم، برنامه رحمت است. زنده باشه. نه سلامت باشه، بفرمایید. شما با خود من صحبت میکنین برادر عزیز، من خودم هستم. شما از تلویزیون گوش نکنین صدایتان. نه با تلویزیون یک چند ثانیه پس و پیش است. شما مستقیما از گوشی تلفن صحبت کنین. زنده باش. الحمدلله، بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه. خواهش میکنم مهربانی کنین. انشالله پشت چیزی که نشستیم انشالله یک دعای وقت مادرم بکنه. مادرم مریض است، برای یک اعلان بکنه دیگر. انشالله خداوند مادر شما و همه مادرهایی که مریض هستند اونا را و بغیر از مادرهای ما و شما هر کسی که مریض است خداوند همگیشان شفای عاجل نصیب کنه. خصوصا مادر عزیز شما را خداوند شفای عاجل و کامل نصیب بکنه. الله شما را خدا جان موفق کنه. آمین آمین یا رب. با شما یک جا. الله دعا کنه بر ملت مسلمان هم ان شاء الله دعای ما در حق کل امت باشه. بله خداوند امت از این مصیبت ها خلاص بکنه. بسیار تشکر برادر عزیز من. واقعا امروز همگی ما و شما به دعا احتیاج داریم. دعایی که پروردگار انشاءالله راه های بیرون رفته از این مشکلات برای امت، برای کل بشریت نشان بده و ما را به مو طرف سوق بده. کسایی که در سر راهی بشر نشستن از خونش هم دریغ نمی کنن، از مالش، از جانش، از ناموسش دریغ نمی کنن. خداوند اینا را سر جایشان بشانه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. من تشکر میکنم که این برنامه رو میبرید. خداوند شما را اجر بده. بفرمایید خانم، شما صحبت کنید. من میخوام بپرسم که همین کسانی که مثلا چشم بد دارن، من خودم مردای آدم زمان خیلی خراب شده است، میشونم مسلمان اما کارش کار از کفر هم بدتره. بله بله. نمیدونم الان شما مثلا با این صحبتاتون یا با خیلی مثلا خیلی همینجا که هستن مثلا هیچ غلطی با کار من هستن با ایجاب یا حرف بهش میپرونم. متاسفانه این مریض ها هستن خواهر عزیزم در اجتماع. از اون خاطر ما هم حداقل در حفاظت عفت و عزت خود ما تلاش کنیم و دعا کنیم در حق از این مریض ها که خدا اینا رو هدایت بکنه. اگر هدایت نمیشن خداوند از سر راه مردم اینا رو بیرون کنه. آمین. آمین. خب دیگه یه سوال دیگه هم داشتم که به خاطر همین مثلا کفشی که صدا میده، این قصدن که نباشه این خودت مثلا کفشی باشه که صدا میده هم گناه کنه؟ گرفتم سوالتان خواهرم. دیگه هم سوال دارین؟ یکی هم این که لباسی که میپوشین برای بیرون رفتن حجاب کامل که هست، مثلا با یک مثلا میدین داره یک رنگ روشن‌تر هم پوشیدن گناه یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه. خواهش میکنم لطف کردین خواهر عزیز. بسیار تشکر از سوالاتتان. السلام علیکم و رحمت الله. حیاکم الله. زنده باشین خواهر. سوال خوب کرد خواهر عزیز. می برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. اجازه بده من یک دقیقه صحبت کنم. خواهش میکنم. شما ان شاء الله که در مورد همین برنامه صحبت کنین ها؟ بله خواهش میکنم. اجازه بده من یک دقیقه صحبت کنم. خطاب با آقای عقیل و به شبکه اینترنت یک دقیقه صحبت کنم. بفرمایید. بنده کتابی نوشتم به نام پرتوی از امامت در قرآن و سنت چاپ شده. آقای حضرت علی فرموده من امامم 113 حدیث در این کتاب اقامه کرد. آقای حسین آدمی ما شما رو میگم که در رابطه با این برنامه ما گپ بزنین. شما انشالله آقای عقیل صدای شما رو اگر کم و بیش شنیده باشن
که انشالله به این سوالات شما پاسخ خواهد گفتن. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. زنده باشین. بفرمایید صحبت کنین برادرم. لطف میکنین زنده باشین، تشویق میکنین. بفرمایید. بسیار تشکر برادر عزیزم. دعا کنین خداوند برنامه هایی که به خیر مسلمان هاست نفع میرسانه اینا را همیشه بر دوام داشته باشه. خدا خیرتان بده. خداوند شما را در پناه خود حفظ بکنه. کفش که خودش صدا داشته باشه، مثلا شما قصدن نمیخواین که صدایش بیرون شه، ولی بعض کفش ها هست که صدا داره، ولی که منظوری که خدای نخواسته طرف مقابل تحریک نشه با این صدا. و لباسی که در بیرون پوشیده میشه بسیار زیاد کوشش شود که ساده باشه، رنگ های شکسته باشه که جلب توجه نشود. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما چیزی گفتین که ما نفهمیدم. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. الحمدلله خیر. بفرمایید. قرار با هم ازدواج کنه اینا همدیگر هم ماین بعد ولی پدرم مخالفت میکنه. قبل از پسرم هر مثلا مسلمون میامد خواستی باریم مثلا خوش و ناسزا پدرم میگه. الان نمیدونم چیکار کنم، جواب درست حسابی نمیده. تا مثلا مسئله رو میخوام مطرح کنم بگم میگن پاش میده یا مثلا خدا نکنه نموز بودن چجوری بهتون بگم، میگه حاضرم خودم و مثلا نکاح کنم تو رو به خودم ولی نمیده ازدواج کنم. الان باید چیکار کنم؟ میشه راهنمایی کنی؟ شنیدم خواهر عزیزم، خداوند انشالله این مشکلات حل کنه. یادداشت کردم خواهر عزیزم. دیگه هم چیزی میگین؟ نه فقط همین ببینیم من چیکار برم میشه بدون اجازه پدرم ازدواج کنم چیکار برم بلا تکلیف 7 سال من اینجوری موندم. میخوام مطرح کنم پدرم باش و ناسزا و بعد بیرا بزنیم. بسیار گرفتم، یادداشت کردم خواهر عزیزم. بسیار درد آلود و الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. واقعا این پدرهایی که با این شکل برخورد میکنن پیش الله اینا چی جواب خواهد داشتن؟ او پدری که دخترش نمیگذاره که شوهر کنه و حتی نعوذ بالله حرفایی میزنه که انسان از امو چوکات آدمی و حتی از چوکات دینی بیرون شوه که من میخوایم با تو ازدواج کنم و تو رو نمیگذارم. اصلا این حرفا را در دهن از اینا خشک شوه. همین مشکل ما داریم که یک ملت که بی سرپرست شدیم، یک دولت نیست که بازخواست کنه شکایت ها را برش برسه. خداوند از شر این مصیبت ها همگی ما را در پناه خود نگاه بکنه یا الله. بفرمایید برنامه رحمت است. بله صحبت کنین. پدرها حق ندارند که بدون موجب، بدون یک عذر شرعی کسی به خواستگاری دخترشان میآید اونا را رد بکنن و دخترشان اونا را مثل که گروگان گرفته باشن. شما پیش الله رفتنی هستین، جواب داده نیستین. هر لحظه که از این وقت سپری میشه شما نمیبینین که پیامبر عزیز میگه که کسی آمد که از دین شما مطمئن شدین، از اخلاقش مطمئن شدین، بتین نشوه که شما سبب فساد و جنایت شوین. از این چیزا باید بترسه یک انسان. بله سلام علیکم.
7 سال پسر عموی شما با شما حداقل بگویم یا نامزد شده یا گفته شده که بر شما رو به اونا میتن، 7 سال بدون موجب اگر این نگاه کرده باشن نزد الله اینا سخت پرسیده میشن. دوست ها خویشاوند ها باید برن، بزرگایی که در اون قریه هستن در اون منطقه هستن برن به پیش پدر ایره برشان تشریح کنن، نصیحت کنن از عواقب خطرات، از عواقب ناگوار از این کارشان اونا را هشدار بدن. بعض وقتا میشه که نمیره پدرها وقتی که با مخالفت و لجاجتشان بدون موجب اگر جلو عروسی پسر و دخترشان میگیرن، اینا باز اما ولایت خودشان از دست میتن. این پدر چقدر در حق خودش ظلم میکنن. بله برنامه رحمت است. سلام علیکم. بله. بفرمایید خانم، بفرمایید صحبت کنین. صحبت بکنین خواهر. شما وقتی که رخ شدین لطف کنین گپ بزنین، صحبت کنین. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم سلام و رحمت الله. زنده باشین. بفرمایید برادر. خواستم تشکر کنم از برنامه بسیار عالی. خواهش میکنم، مهربانی میکنین، لطف میکنین. سلامت باشید. زنده باشین شما. خدا خیرتون بده. خدا حافظ برادر عزیز من. شما با این کلماتتان مرا تشویق میکنین. خدا خیرتون بده. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام استاد، خسته نباشید. علیکم سلام. بفرمایید خواهر. ببخشید من با شوهرم خیلی مشکل دارم. 4 سال با هم ازدواج کردیم. بله. بچه‌ام داریم. از خیلی با هم درگیریم، خیلی زیاد. اصلا طور شده که هر روز دعوا می‌کنیم. اصلا هیچ چیز دلخوشی دیگه تو زندگی ندارم. من خودم نماز می‌خونم، قرآن می‌خونم، روزه می‌گیرم، ولی اصلا این کارا نمی‌کنه. این کارا می‌کنه مثلا نماز می‌خونه، با ایمانی کارش هم نمی‌کنه. ولی اصلا نمی‌تونم تحملش کنم. خیلی این زندگی برام سخت شده. خود بچه پیشکم داره. تو خودم راهنمایی کنید دیگه من چیکار کنم؟ خداوند مشکل شما رو آسان کنه خواهر عزیز من. مثل شما خیلی خواهرها هستن که قربانی نمی رقم استغفر الله پدرها البته متوجه نشدن که با کی دخترشان برای کی بتن. بعض وقتا این پسرها چهره دارن که در زیر از چهره های دیگه پنهان کردن. خداوند من یادداشت کردم خواهر عزیزم یک چیز میخوایم بگم، شما رو معطل نکنم. چیز دیگه هم دارین بگوین؟ بله این موضوع هست استاد. اصلا خیلی با بچه‌اش خیلی بد رفتاری میکنه. نمیدونم تو خدا بگه من چیکار کنم، طلاق بگیرم نگیرم. از خدا میترسم، نمیدونم باید چیکار کنم. از آینده به بچه میترسم، ولی واقعا دارم خودم تو زندگی تواف میشم. شما پدر و مادر خودتان دارین؟ به خانه برادر دارین؟ اونا هم پدر و مادر دارن؟ از خودشان برادر دارن؟ خواهر دارن؟ آره ما داریم. من پدر مادر همیشه پیش خودم هستن، ولی به خاطر دو بچه میگن مثلا زندگی کن. من دو بچه میگن میخوای پیش گیر. بدبخت میشن، بیچاره میشن، آواره میشن طلاق بگیری. سبحان الله. این اصلا فکر زمین خیلی بیخیاله، خیلی اصلا به هیچ چیز اهمیت نمیده، نه به سرما، نه به گرما، نه به گرسنگی، نه به تشنگی، به هیچی، نه به تحصیل ما، نه به بیرون رفتن ما، به هیچ اهمیت نمیده. من یادداشت کردم خواهر عزیزم، انشالله که 1 دقیقه برنامه را ختمش مانده. در برنامه دیگه انشالله من یه کش میکنم زیادتر سرش صحبت بکنم. حالا من عمیق گفتم میتونم که پدر و مادر شما باید رسیدگی جدی بکنن در این کار. وقتی که شوهر شما نماز نمیخوانه، معتاد هست، با شما توجه نداره، این چی دوام زندگی هست که پدر و مادر مسئولیت احساس نمیکنن؟ ما امی مشکل در جامعه های خود ما داریم که پدر و مادر وقتی اولادشان دادن باز میگن که با کالای سفید رفته بودی با کالای سفید بیرون شو. این یک تعبیر بسیار اشتباهی است. وقتی ببینیم که شما در اوج مورد ظلم و ستم قرار دارین و کسی دست شما را نگیره، اینا پیش الله جواب دادنی هستند. 2 پسرم در اوجه هست. وقتی با همین حالت شما زندگی را پیش ببرین و تسلیم به همین مظالم و همین بی‌نمازی و معتاد بودن باشین، این 2 تا طفل معصوم چگونه اینا بار می آیند؟ باید ما متاسفانه بعض وقتا
اما محل ما یا اما اجتماعی که در اونجا زندگی میکنیم امونا هم بی تفاوت هستند در این مسائل. امام مسجد بزرگی که دو منطقه هست، یک ریش سفید هست، چند نفر اینا دست به هم بتن بیاین این پسر سر جایش بشانن، اصلاح کنن. اگر قابل اصلاح نیست این زندگی رو به این شکل دوام دادنش ظلم است، خودش ظلم است. خداوند از این مصیبت ها این فامیل ها را نجات ببخشه. یک تلفن دیگه است که بس برنامه خلاص میشه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. الان روی لاینت الان زنده هست؟ زنده است، برنامه زنده است. شما صحبت کنین، حالا این لحظه ختم میشه برنامه ما. اگه چیزی گفتنین دارین میشه بعداً برام زنگ بزنین. درست. اوکی. ما از برادرای عزیز و خواهرای عزیزی که پشت خط ماندن عذرخواهی میکنم. برنامه همونطور زود میگذره، سپری میشه. عمر ما و شما هم همین رقم است، زود سپری میشه. از وقت ما استفاده کنیم، غنیمت بدانیم این فرصتی که به ما داده شده. خواهرها و برادرای عزیز من، فامیلایتان شما از خودتان راضی بسازین. در خانوادگی که زندگی میکنین سعادتتان در اوجه باشه. خانه را سر خودتان جهنم نکنین. مشکلات زیادی در بیرون هست، نخواهیم که داخل خانه ما هم مشکلات داشته باشیم. تمنا میکنیم خدایا مشکلات ما را تو آسان بساز، به ما توفیق بده. ما را از جمله بنده های خوبت بگردان که ما بتونیم مشکلات زندگی ما را خود ما حل کنیم. خدایا برای ما تدبیر نصیب کو، برای ما حکمت نصیب کو. خدایا شما را به خدای عزیز میسپارم تا برنامه آینده. یار و یاور شما خدای عزوجل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.